بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل مسئله منطق محمول‌های رابطه‌ای رو من آغاز کردم. توضیح دادم که منطق محمول‌ها میتونه ناظر به محمول‌های تک موضعی باشه، مثل جمله علی رفت که ما با یک محمول تک موضعی مواجه هستیم و اون رو به صورت آره نمایش میدیم و میتونه مرتبط باشه با محمول‌های رابطه‌ای مثل علی مریم را دوست دارد که ما در اینجا با یک محمول رابطه‌ای مواجه هستیم که اون رو با حرف دی نمایش میدیم و علی و با A و مریم با M و این صورت بندی و در واقع فرمولایزیشن علی مریم را دوست دارد رو به ما نمایش میده. و توضیح دادم که ما میتونیم در منطق نسبت‌ها گزاره‌هایی رو داشته باشیم که دارای سور هستند، مثل اینکه بگم همه را دوست دارند و در این صورت من دارای دو تا سور هستم، یک سور X و دیگری سور Y و به این صورت خواهد بود که دی XY. توضیح دادم چنین جمله‌ای هنگامی است که ما دامنه سخن خودمون رو مقید به انسان‌ها بکنیم، ولی اگر دامنه سخن ما مقید به انسان‌ها نباشه اون وقت باید به گونه دیگری صورتبندی بکنیم. یعنی همین جمله هنگامی که دامنه غیر مقید باشه عبارت خواهد بود از به ازای هر ایکسی به ازای هر ایگرگی اگر پی ایکس، یعنی اگر ایکس انسان باشه و اگر پی ایگرگ و ایگرگ انسان باشه آنگاه ایکس ایگرگ را دوست خواهد داشت. ما باید به این صورت بندی بکنیم. بعد توضیح دادم که مفهوم بست به ما کمک میکنه که جملاتی که در اونها محمولهای رابطه‌ای وجود دارن رو فهم بکنیم. همچنین بیان کردم که محمولهای رابطه‌ای میتونن دو موضعی باشن، میتونن سه موضعی باشن. بنابراین ما مدل‌های مختلفی از محمولهای رابطه‌ای رو خواهیم داشت. در پایان جلسه قبل بیان کردم که ورود به منطق محمولهای رابطه‌ای یا به منطق نسبت‌ها که تعبیر دیگه‌ای برای این منطق هست دست ما رو باز میکنه برای صورتبندی‌های بیشتر. یه ابزاری رو در اختیار ما قرار میده که ما میتونیم صورتبندی‌ها رو دقیق‌تر انجام بدیم. اجازه بدید تو این جلسه من نمونه‌های متعددی رو از صورتبندی‌هایی که میتونیم با استفاده از زبان منطق محمول‌های رابطه‌ای به کار بگیریم و اونها رو صورتبندی کنیم با بیان نمونه‌های مختلف این بحث رو ادامه بدم. بنابراین من در این جلسه بیشتر میخوام تلاش بکنم که نمونه‌های متعددی رو مثال بزنم و بگم که ما چگونه میتونیم این جملات رو از زبان طبیعی به زبان سوری یا همون فرمال لنگویج صورتبندی بکنیم، فرمالایز بکنیم. بنابراین بیشتر مثال خواهم زد. این جمله رو در نظر بگیرید که ما بگیم فریبکاران هرگز موفق نمی‌شوند. فریبکاران هرگز موفق نمی‌شوند. خب من در اینجا اگر بخوام این جمله رو صورتبندی بکنم باید دقت فراوانی داشته باشم. نکته اول این هستش که من دارم درباره فریبکاران صحبت میکنم و این مطلبی که دارم درباره فریبکاران بیان میکنم یک مطلبی است به صورت کلی. یعنی میخوام بگم این گونه است که هیچ فریبکاری هرگز موفق نمیشود. خب بنابراین من میتونم برای فریبکار از محمول F استفاده بکنم و fx و چون دارم درباره همه فریبکاران صحبت میکنم از سور کلی x استفاده بکنم، یعنی به ازای هر xی fx. پس من دارم درباره همه فریبکاران صحبت میکنم. اما درباره فریبکاران چه جمله‌ای رو دارم بیان میکنم؟
دارم درباره فریبکاران بیان میکنم که اونها هرگز موفق نمیشوند. خب هرگز موفق نمیشوند یعنی چی؟ معنی هرگز موفق نمیشوند به این معنا خواهد بود که هر زمانی را که در نظر بگیریم این عبارت خواهد بود که اون فریبکاران در هر زمانی که در نظر بگیریم موفق نمیشوند. بنابراین ما یک چیز دیگری داریم به نام هر زمانی. حالا این کلمه در نظر بگیریم رو من برای توضیح بیشتر، برای اینکه بتونیم ارتباط برقرار بکنیم عرض کردم، وگرنه معنای دیگهش این گونه خواهد بود که در هر زمانی فریبکار اگر باشه، فریبکار در اون زمان موفق نمیشه. به عبارت دیگر جمله من این گونه خواهد بودش که اگر یه ایگرگی داشته باشم به ازای هر ایگرگی، اگر ایگرگ دلالت بر وقت بکنه، وی رو علامت بر وقت بگیرید، میخوایم بگیم که اگر ما هر زمانی که داشته باشیم فریبکار در اون زمان موفق نمیشه. خب پس من یه بحثی رو درباره فریبکار ذکر کردم که این گونه بیان کردم و میخوام بگم هرگز موفق نمیشوند. این رو در این قالب نصفش رو نوشتم و هنوز بقیهش باقی مونده و حالا باید اینا رو با همدیگه مرتبط بکنم. خب قسمت اول جمله منصور کلی وجود داره، بنابراین من باید در اینجا از نماد اگر آنگاه استفاده بکنم. کم کم داریم به اون صورتبندی کلی خودمون نزدیک میشیم. پس من دارم اینجا کاملش رو می نویسم. پس من دارم میگم که به ازای هر ایکسی اگر اون ایکس فریبکار باشه، آنگاه هر زمانی رو که در نظر بگیریم به ازای هر ایگرگی که اون ایگرگ زمان باشه، یعنی وقت باشه، وی رو علامت وقت من به کار بردم و چون اینجا صورت کلی داریم دوباره اینجا آنگاه باید استفاده بکنیم. خب میخوایم بگیم اون فردی که فریبکاره در اون زمان موفق نمیشه. اگر من موفق بودن رو با ام نشون بدم، میخوام بگم ایکس من که فریبکار بود در زمان که ایگرگ هست موفق نمیشه، لذا این گونه خواهد شد که ایکس در ایگرگ موفق نمی شود و چون موفق نمی شود رو داریم بیان می کنیم و جمله منفی هست، احتیاج داریم به یک علامت نقص که در اینجا استفاده بکنیم. پس من الان قسمت دوم رو تا حد زیادی کامل کردم ولی هنوز کار ما به پایان نرسیده. پس من دارم میگم که به ازای هر ایکسی اگر ایکس فریبکار باشه، آنگاه به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ وقت باشه، ایکس در اون ایگرگ موفق نمیشه. خب اما این جمله و این صورتبندی هنوز کامل نشده. ما در این صورتبندی یه ایکسی در اینجا داریم که متغیر آزاد هست و هنوز پابند نشده. درباره متغیر آزاد و متغیر پابند در بحث منطق محمولهای تک موضعی که تا قبل از جلسه 28 من داشتم یه 3-4 جلسه درباره اونها توضیح میدادم، نکاتی رو عرض کردم. گفتم بهتون اگر در صورتبندی رسیدید به اینکه یکی از متغیرهای شما آزاد هست و توسط سوری پابند نشده، اون صورتبندی شما غلطه. الان سور x رو اگر در نظر بگیرید، این سور x صرفاً الان اومده x رو پابند کرده، کاری به این x دوم که در اینجا داریم نداره. بنابراین برای اینکه صورتبندی من کامل بشه، من نیاز دارم که کل این جمله رو داخل یک کروشه قرار بدم و اگر این کار رو بکنم معنیش این خواهد بود که این x من هم الان توسط این سور x پابند شده. پس الان در چنین حالتی این x دوم هم پابند شده. بنابراین فریبکاران هرگز موفق نمیشوند معادل میشه با به ازای هر xی اگر x فریبکار باشه، آنگاه هر ایگرگی که ایگرگ وقت باشه در نظر گرفته بشه، آنگاه x در ایگرگ موفق نمیشه، یعنی اون ایکسی که فریبکار هست در اون زمان ایگرگ موفق نخواهد شد. خب من این رو میتونم به گونه دیگه‌ای هم صورتبندی بکنم. وقتی شما میگید فریبکاران هرگز موفق نمیشوند، منظورتون این گونه است که نمیتوان زمانی یافت
نمیتوان زمانی یافت که فریبکار در آن موفق شود. در آن موفق شود. به عبارت دیگر میخواید بگید زمانی وجود ندارد که فریبکار در آن موفق شود. بنابراین من میتونم این قسمت دوم جمله رو، یعنی این قسمت رو به گونه دیگه هم صورتبندی بکنم. این گونه خواهد شد که به ازای هر ایکسی اگر ایکس فریبکار باشه، آنگاه چنین نیست که وجود داشته باشه ایگرگی که اون ایگرگ وقت باشه و چون سور وجودی از و استفاده میکنیم و ایکس در ایگرگ موفق بشه. پس ببینید به ازای هر ایکسی اگر ایکس من فریبکار باشه، آنگاه وجود نداره یک ایگرگی که، یعنی وقتی که ایگرگ من وقت باشه و ایکس من یعنی همون فریبکار در اون ایگرگ یعنی در اون وقت موفق بشه. بنابراین ما الان صورتبندی دیگری داریم. قسمت دوم رو به گونه دیگری اینجا نوشتیم، یعنی این دوتا الان شبیه همدیگه هستن. حالا شما قواعد منطق محمول ها رو خوندید، هنوز من درباره منطق نسبت ها صحبت نکردم، ولی یه مقداری تو ذهنتون در نظر بگیرید، یه لحظه منطق نسبت رو بذارید کنار و در همون قالب منطق محمول ها فکر بکنید. ببینید این جمله قابل تبدیل شدن هست به نقیض vy یا نقیض mxy. یعنی این جمله رو شما میتونید به گونه دیگری هم تبدیل کنید، یعنی میشه نقیض vy و این آنگاه تبدیل میشه به یا و این قسمت هم میشه نقیض mxy. این قاعده استلزام یا ایمپلیکیشن بود که قبلا خونده بودید. حالا اگر یه لحظه من روی این قاعده دمورگان رو پیاده بکنم، تو ذهنتون روی این قاعده دمورگان رو پیاده بکنید، همینطوری بیایم بالاتر، در این صورت این گونه خواهد شد که نقیض vy و پرانتز vy و mxy به این صورت خواهد بود. و ما اینجا سور کلی رو هم سر جای خودش داریم. بذارید من سور رو هم بنویسم، یعنی این قسمت رو کاملتر بنویسم. سور کلی رو داریم، اینجا هم دوباره با سور کلی رو داریم. و حالا اگر شما یه قدم برید بالاتر و بیایید این جمله رو بر اساس قاعده نقض سور که در منطق محمول ها خونده بودید، یعنی قاعده کوانتیفایر نیگیشن QN اعمال بکنید، وقتی نقیض از جلوی سور به پشت سور منتقل میشه، سور رو معکوس میکنه، به این معنا که اگر شما سور کلی داشته باشید، سورتون تبدیل به سور وجودی میشه. بنابراین این گونه خواهد شد. چون این نیست که وجود داشته باشه ایگرگی که وی ایگرگ و ام ایکس ایگرگ. خب این جمله همین جمله است که ما اینجا نوشتیم. بنابراین این دوتا با همدیگه هم معنا هستند، هم ارزش هستند، معنای مشابهی رو منتقل میکنن. اما اینجا در پایین باز باید دقت داشته باشیم، ما هنوز کار رو کامل نکردیم. باید در اینجا یک کروشه استفاده بکنیم و در اینجا از کروشه استفاده بکنیم تا ایکسی که در اینجا داریم از حالت متغیر آزاد در بیاد و تبدیل به متغیر پابند بشه. خب اجازه بدید که من یه مثال دیگه بزنم. این جمله رو در نظر بگیرید: آنکه آخر میخندد بهتر میخندد. شماره 2. آنکه آخر میخندد، یعنی در آخر میخندد، بهتر میخندد. خب ما چی میخوایم بگیم در این جمله؟ شما میتونید این جمله رو
وارد جزئیات منطق نسبت ها نشید و بگید که ما در اینجا یک جمله‌ای در اینجا داریم آنکه آخر میخندد و بهتر میخندد. مثلا بیاید بگید که فرض کنید که به ازای هر ایکسی اون که آخر میخنده اگر ایکس آخر بخنده ای بذارم ای ایکس آنگاه بهتر میخنده بی ایکس. خب این در حیطه منطق محمولهای تک موضعیه. این جمله غلط نیست ولی نمیتونه تمام جزئیات این جمله رو در اختیار ما قرار بده. ما الان منطق نسبت‌ها رو یاد گرفتیم و میتونیم از مهارت‌هایی که در منطق نسبت‌ها به دست میاریم ناظر به محمول‌های دو یا چند موضعی استفاده بکنیم و ساختار این جمله آن که آخر میخندد بهتر میخندد رو به صورت عمیق‌تری بیان بکنیم. خب وقتی من میگم آن که آخر میخندد بهتر میخندد منظور ما چی هست؟ ببینید من میخوام بگم که دو تا فرد رو در نظر میگیرم، یک x رو در نظر میگیرم، یک y رو در نظر میگیرم و البته وقتی میگم آن که آخر میخندد بهتر میخندد منظورم هر آن که، یعنی هر کسی که چنین وضعیتی رو داره که در آخر میخنده بهتر میخنده. خب من این جمله رو در نظر میگیرم، یعنی به ازای هر ایکسی به ازای هر ایگرگی. وقتی میگم آنکه منظورم یک شخص، منظورم انسانه. پس ایکس من انسانه و ایگرگ من هم انسان هست. پس من ایکس دارم که انسان یه پرسنه و ایگرگ هم دارم که این هم یه پرسن هست و این توجه رو هم دارم که من دارم درباره حالتی صحبت میکنم که ایکس من همان ایگرگ نیست. اگر من از اچ استفاده بکنم به معنای همان بودن، بنابراین میشه این گونه نیست که ایکس همان ایگرگ باشد. چون وقتی میگم آن که آخر میخندد بهتر میخندد منظورم فردی هست که متفاوت از دیگران هست و چون صورت کلی رو دارم به کار میبرم و ایکس صورت کلیه و ایگرگ صورت کلی هست، همه ایکس ها به همه ایگرگ ها دلالت دارن، همه ایگرگ ها به همه ایکس ها دلالت دارن. چون صورت کلی هست احتیاج دارم یه مفهومی رو اضافه بکنم و اون مفهوم این هست که درست من دارم درباره همه ایکس ها و درباره همه ایگرگ ها صحبت میکنم، اما این توجه رو دارم که ایکس من در اینجا غیر از ایگرگ من هست، یعنی من دارم درباره ایکس هایی صحبت میکنم که غیر از ایگرگ هستن. پس این رو هم من در آخر اضافه میکنم و الان احتیاج دارم به یک کروشه که این موارد رو شامل بشه. پس پی ایکس و پی ایگرگ مساویس با این که پی شخص، ایکس شخص، ایگرگ شخص و نقیض اچ ایکس ایگرگ به این معناست که اچ ایکس غیر از ایگرگ است. اچ به معنای یکی بودن، این همان بودنه و نقیض اچ یعنی ایکس غیر از ایگرگ است. حالا ما بعداً منطق این همانی رو میخونیم و میبینیم که ما به جای اینکه از نقیض اچ ایکس ایگرگ استفاده بکنیم میتونیم از یک نماد دیگری استفاده بکنیم که اون رو در بحث منطق این همانی خواهیم خوند و فعلا چون نخوندیم به این صورت بندیش میکنیم. خب حالا عرض کنم خدمتون که یک کار دیگه‌ای باید انجام بدیم. چون سورهای ما سورهای کلی هستن ما در اینجا از آنگاه استفاده میکنیم. پس در قسمت اول داریم میگیم که ایکس ما یه انسانه، ایگرگ ما یه انسانه، ایکس ما غیر از ایگرگ هست. حالا که اینها رو داریم آنگاه اینجا میایم این جمله رو بیان میکنیم که کی ایکس ایگرگ، کی ایکس ایگرگ یعنی ایکس، اینجوری بنویسم کی ایکس ایگرگ یعنی ایکس بعد از ایگرگ میخندد. خب ما گفتیم آن که آخر میخندد ایکس بعد از ایگرگ میخندد. توجه داریم که ایگرگ ما در اینجا یک صورت کلی به صورت مقید شده به یک صورت کلی هست. پس وقتی میگیم ایکس بعد از ایگرگ میخندد یعنی ایکس بعد از همه افراد دیگه میخنده. پس میشه مفهوم آن که در آخر میخندد. خب اگر این گونه باشه آنگاه بهتر میخندد به چه معناست؟
یعنی ایکس من بهتر از همه دیگر افراد میخنده. بهتر میخندد رو من با بی نشون میدم، پس این گونه خواهد شد که ایکس بهتر از ایگرگ میخندد. و توجه داریم که این ایگرگ مقید شده و پابند شده به یک سور کلیه و بنابراین چون به یک سور کلی پابند شده به این معنا خواهد بود که ایکس از همه افراد بهتر میخنده. پس من اینجا نیاز دارم که این قسمت رو دوباره در پرانتز قرار بدم. این میشه مقدم من، این میشه تالی من و الان شما مشاهده میکنید که x و y در اینجا متغیر آزاد هستند، هنوز پابند نشدن. x و y در اینجا متغیر آزاد هستند و پابند نشدن. پس من احتیاج به یک آکولات دارم که کل این جمله ها رو داخل آکولات قرار بدم تا x و y که در اینجا استفاده کردم بیاد کل این موارد رو هم، متغیرهایی که در اینجا هستن رو هم پابند بکنه. خب بذارید یه جمله دیگه براتون مثال بزنم. مثالهای متعددی میزنم که مطلب رو روشن بکنه. پس عرض کردم این یک جمله‌ای که در اینجا نوشتم یک تحلیل، یک صورتبندی خیلی ساده هست با نظر به منطق محمولهای تک موضعی و الان که ما منطق محمولهای رابطه‌ای رو باش آشنا داریم میشیم، میتونیم از دانشی که در اینجا کسب میکنیم استفاده بکنیم و ساختار جمله رو به صورت عمیق‌تری آشکار بکنیم. خب این جمله رو در نظر بگیرید. فرقه اجتماعی دینی بدون قدرت سیاسی است. این جمله است که توی بعضی از آثار متفکران و فیلسوفان استفاده میشه. فرض کنید شما میخواید یک متنی رو که در باب اندیشه سیاسی هست صورتبندی بکنید و بعد در ادامه که من برهان رو آموزش میدم قواعد برهان رو بر اون پیاده سازی بکنید و ببینید از این جمله با توجه به صورتبندی که کردید چه جملاتی رو میتونید استنتاج بکنید. پس باید این مهارت رو داشته باشید که هر جمله‌ای رو بتونید صورتبندی بکنید. مهم نیست که این جمله درسته یا غلطه، مهم این است که شما بتونید مهارت صورتبندی رو پیدا بکنید. بعداً در بحث برهان جزئیات بیشتری رو در این باره عرض میکنم. خب ما در اینجا داریم چی بیان میکنیم؟ ما داریم درباره یک فرقه اجتماعی صحبت میکنیم. داریم درباره دین صحبت میکنیم و داریم درباره قدرت سیاسی صحبت میکنیم و داریم درباره دارا بودن قدرت سیاسی صحبت میکنیم. ببینید دارا بودن یک چیز این یک محمول رابطه‌ای هست و ما نیازمند این هستیم از نسبت‌ها استفاده بکنیم. وقتی من میگم فرقه اجتماعی دین بدون قدرت سیاسی است، در واقع دارم درباره هر نوع فرقه اجتماعی صحبت میکنم. یعنی کلمه فرقه اجتماعی در اینجا درسته که بدون سور هر اومده، ولی مضمونش این هست که هر فرقه اجتماعی رو که ما در نظر بگیریم میتونیم بگیم این یک دینی هست که قدرت سیاسی نداره. خب اگر این گونه باشه، بنابراین من میتونم این گونه صورتبندی بکنم، بگم به ازای هر ایکسی اگر ایکس من f باشه، یعنی یه فرقه باشه، f x رو به عنوان فرقه در نظر بگیرید، یعنی x یک فرقه است، f x معادل این باشه، آنگاه شما میتونید بگید که این x من یک دین هست، اما یه ویژگی داره، اینکه این دین بدون قدرت سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم و اگر، یعنی و به ازای هر ایگرگی، اگر ایگرگ قدرت باشه، قدرت سیاسی باشه، برای قدرت سیاسی جی میذارم. جی ایگرگ، چون سور منصور کلیه میتونم بگم آنگاه، داشتن رو میذارم چون اینجا این دی رو گرفتم x دین است، یه دی رو اینجا استفاده کردم
و این جی هم قدرت سیاسی، جی ایگرگ قدرت سیاسی است، یعنی جی رو به عنوان محمولی برای قدرت سیاسی استفاده کردم، نشانه این محمول در نظر گرفتم. اینجا دیگه نمیتونم دارا بودن و دی بذارم چون با این قاطی میشه. مثلا دارا بودن رو بگم واجد بودن که بتونم براش وی استفاده بکنم. در اون صورت میشه دینی بدون قدرت سیاسی است. یعنی چی؟ یعنی اون فرقه اجتماعی که ایکس بود، اون ایکس این قدرت سیاسی که ایگرگ بود رو نداره، یعنی ایکس ایگرگ را ندارد. پس باید یه نقیض هم در اینجا اضافه بکنم. پس اینو باید بذارم توی پرانتز که دلالت میکنه بر اینکه ایگرگ من اینها رو پابند کرده. و بعد چون دینی بدون قدرت سیاسی است، کلش داره درباره فرقه اجتماعی صحبت میکنه، پس کل این قسمت یعنی از دی ایکس میاد به عنوان تالی محسوب میشه. پس من دارم به ازای هر ایکسی اف ایکس به ازای هر ایکسی، اگر ایکس یه فرقه اجتماعی باشه این میشه فرقه اجتماعی. اگر یه فرقه اجتماعی باشه آنگاه اون ایکس من که فرقه اجتماعی بود یه دینه اما یه ویژگی داره و اون ویژگی این هستش که این یعنی یه ویژگی داره و اون ویژگی این هستش که هر ایگرگی رو که در نظر بگیریم قدرت سیاسی باشه، اون ایگرگ اون ایکس من که فرقه اجتماعی بود اون ایگرگ رو نداره. این ایکس من این ایگرگ رو واجد نیست. خب اما الان در اینجا ایکس من در این قسمت هنوز پابند نشده به دلیل اینکه ایکس این رو شامل نمیشه. پس نیازمند این هستم که از آکولات استفاده بکنم و کل جمله رو در واقع پابند بکنم با سور ایکسی که در اینجا به کار رفته. خب بذارید یک مثال دیگه براتون بزنم و مثال دیگه رو تمرین کنیم. من اینو بذارم مثال شماره چند؟ این شماره 4. فرض کنید جمله من این باشه: یک متخصص قابل میتواند از هر فرد تازه کار بهتر کار کند. خب اینجا کلمه یک کلمه رهزن هست. قبلا من در منطق محمول ها گفته بودم که یک گاهی اوقات به معنای یک فرد هست، یعنی به صورت جزئی فهم میشه، ولی گاهی اوقات به معنای هر هست. وقتی میگیم یک متخصص قابل میتواند از هر فرد تازه کار بهتر کار کند، منظور ما این هستش که هر کسی که متخصص قابل باشه میتونه از فردی که تازه کاره بهتر کار بکنه. خب شما میتونید این رو خیلی ساده مثلا ببرید توی منطق محمول های، عرض کنم خدمتتون که در منطق محمول های تک موضعی خیلی ساده اونجا صورت بندیش کنید بسته به نیازی که دارید. مثلا یک متخصص قابل رو بگیرید mx و کل میتواند از هر فرد تازه کار بهتر کار کند رو بگیرید bx. بنابراین این گونه صورت بندیش کنید که به ازای هر xی اگر x متخصص قابلی باشه آنگاه از هر فرد تازه کاری بهتر کار میکنه. یعنی bx معادل باشه با میتواند از هر فرد تازه کار بهتر کار کند. اما وقتی که شما وارد منطق نسبت ها میشید دستتون باز هست که یه مقداری عمیق‌تر این رو صورت بندی بکنید. فرض کنید من بخوام متخصص قابل رو براش mx بذارم، برای فرد تازه کار خود فرد تازه کار رو براش tx بذارم. اینو بذارم mx، برای تازه کار بذارم tx و میتواند بهتر کار کند رو بذارم b، یعنی از محمول b استفاده بکنم. خب کی از چه کسی میتونه بهتر کار بکنه؟
x از y، اینجا مثلا من y بذارم، بگم x از y بهتر میتونه کار بکنه. اگر این کار رو بکنم اون وقت معادلش این گونه خواهد شد که به ازای هر xی به ازای هر y، اگر x یک متخصص قابل باشه و y یک تازه کار باشه، این جمله رو داشته باشم چون صورت کلی دارم میشه آنگاه میتونم بگم که بهتر کار میکنه. بگم چی؟ بی x از y بهتر کار میکنه. اما چون هنوز x و y در اینجا متغیر آزاد هستن، احتیاج دارم که در اینجا از کروشه استفاده بکنم و این میشه صورتبندی کامل. میتونم یه مقداری جلوتر برم، یه مقداری عمیق‌تر به قضیه نگاه کنم. وقتی دارم درباره متخصص قابل صحبت میکنم، منظورم این هستش که اون یک شخص هست، یعنی یک انسان هست. و وقتی که دارم درباره فرد تازه کار صحبت میکنم، فرد تازه کارم یک انسان هست. پس میتونم بیام بگم به ازای هر xی و به ازای هر y، اگر x من p باشه، p x، و متخصص قابل باشه یعنی m x، این باشه برای متخصص قابل، و اون y من p باشه یعنی p y، و یک تازه کار باشه t y. پس نیاز دارم اینو تو پرانتز بذارم و کل این قسمت رو تو کروشه بذارم. در این صورت میتونم بگم که x از y بهتر کار میکنه. b یعنی بهتر کار کردن، x یعنی همون کسی که متخصص قابل بود، y یعنی همون کسی که تازه کار بود. پس x از y بهتر کار میکنه. اینجا x و y متغیر آزاد هستن، پس کل این رو باید داخل یک کروشه قرار بدم تا صورتبندی من کامل بشه. لذا شما متوجه میشید که صورتبندی که در اینجا نوشته شده یک صورتبندیه که دامنه اون مقید به انسانها شده. دیگه لازم نبود من بیام بگم که اگر x من انسان باشه و متخصص قابل باشه. اما در اینجا من اومدم چه کار کردم؟ اومدم سور رو در واقع دامنه سخن خودم رو به صورت غیر مقید در نظر گرفتم، محدودش نکردم. لذا نیاز دارم که بگم x من انسانه و y من انسان هست. میتونیم به گونه دیگه هم بگیم، مثلا شما بگید که به ازای هر xی به ازای هر y، اگر x من انسان باشه و y من هم انسان باشه و x من یک متخصص قابل باشه و y من یک تازه کار باشه، به این صورت بنویسم، آنگاه x بهتر از y کار خواهد کرد، میشه bxy، و دوباره احتیاج دارم به اینکه در اینجا آکولات قرار بدم. خب پس میبینید که هنگامی که ما از منطق نسبت‌ها استفاده میکنیم و قالب‌های صورتبندی رو در منطق نسبت‌ها به کار میگیریم، لایه‌های عمیق‌تری از جمله در اختیار ما قرار میگیره. یک جمله دیگر رو براتون مثال بزنم، جمله 5. فرض کنید من بیام بگم بسیاری از حکومت‌های جهان امروز را دروغگویان اداره می‌کنند. بسیاری از حکومت‌های جهان امروز را دروغگویان اداره می‌کنند. خب دقت کنید ما در اینجا چی داریم؟ ما داریم درباره حکومت صحبت می‌کنیم و داریم درباره بسیاری صحبت می‌کنیم. بسیاری به معنای برخی هست، یعنی میتونیم بگیم برخی از حکومت‌های جهان.
این که بخوایم بگیم بسیاری یه مقداری الان برای ما دشوار هست. ما فعلا براش از سور جزئی استفاده میکنیم. خب پس ما داریم در یکی این که حکومت‌های جهان رو داریم. فرض کنید من HX رو استفاده بکنم. یه دروغگو داریم که فرض کنید من برای دروغگویان از DY استفاده بکنم و یکی هم اداره کردن رو داریم. یعنی Y اون دروغگو داره X یعنی حکومت رو اداره میکنه. من برای اداره کردن از I استفاده بکنم. بگم I Y X. Y یعنی دروغگویان دارن X رو که حکومت ها رو هست و چه کار میکنن؟ اداره میکنن. خب چگونه خواهد شد؟ این گونه خواهد شد که بیام بگم که وجود دارد Xی که اون X حکومته و چون صورم وجودیه و وجود دارد ایگرگی که اون ایگرگ داره X رو یعنی حکومت رو اداره میکنه، یعنی ای ایگرگ X یعنی داره حکومت رو ایگرگ یعنی همون دروغگویی که الان خواهم گفت داره X رو اداره میکنه و صورم وجودیه لذا واو میارم و اون ایگرگ من دروغگوه. بنابراین چنین قالبی رو خواهم داشت و برای اینکه کل منصور آزاد نداشته باشم کل این جمله رو داخل کروشه قرار میدم که این X بیاد این Xی که در اینجا داریم رو پابند بکنه، وگرنه X من آزاد باقی میموند و لذا جمله نادرستی میشد. شما میدونید بعداً ما میتونیم بر اساس قاعده جابجایی DY رو بیاریم این طرف، EY X رو بیاریم این طرف. بنابراین اگر شما این قسمت رو به این صورت می نوشتیدم اشکالی نداشت. یعنی وجود دارد ایگرگی که DY یعنی Y دروغگوه و ایگرگی که دروغگو هست اون Xی که حکومت هست رو اداره میکنه. پس این رو هم اگر می نوشتید برای این قسمت اشکالی نداشت. این جمله رو در نظر بگیرید. بیاید بگید که اضطراب در سری نهفته است که تاج دارد. خب ما اینجا چی داریم میگیم؟ ما اینجا داریم صحبت میکنیم از اضطراب، صحبت میکنیم از سر، صحبت میکنیم از نهفته بودن یعنی مثلا وجود داشتن یا پنهان بودن، از این تعبیر میتونید استفاده بکنید، و تاج و داشتن تاج. تاج رو مثلا پادشاه داره که تاج دارد، یعنی مثلا اضطراب در سری نهفته است که تاج داره. مفهومش این میشه که یه پادشاهی رو در نظر بگیرید که تاج داره و حالا چون تاج داره اضطراب در سر او نهفته است. خب ما وقتی که میگیم اضطراب در سری نهفته است که تاج داره، چگونه این رو صورتبندی بکنیم؟ ما نیومدیم بگیم حالا ما میگیم که تاج دارد یعنی اون شخصی که تاج داره، یا حالا ما گفتیم پادشاه ولی تو جمله گفته اون شخص که تاج دارد یعنی یه شخصی که تاج داره. پس ببینید ما اینجا مفاهیم مختلف داریم، اضطراب داریم، سر داریم، نهفته بودن داریم، شخص داریم، تاج داریم و داشتن تاج داریم. خب چگونه من صورتبندیش بکنم؟ ببینید ما مدل‌های مختلفی میتونیم در اینجا برای صورتبندی داشته باشیم. منطق نسبت‌ها به شما اجازه میده که لایه‌های مختلفی رو که نیاز دارید صورتبندی بکنید. باید ببینیم این جمله اگر در یه استدلالی به عنوان مقدمه به کار بره، فرد استدلال کننده به چه چیزی توجه کرده، چه چیزی رو میخواد با چه چیزی در جمله بعدی مرتبط بکنه. بنابراین اگر روی اضطراب میخواد تأکید بکنه حتما ما باید اضطراب رو
براش یه صورتبندی دقیق بیاریم. اگر میخواد روی تاج تأکید بکنه باید ما روی تاج رو صورتبندی بکنیم، وگرنه میتونیم جملات رو به صورت ساده تری هم صورتبندی بکنیم. فرض کنید من بخوام این رو به صورت خیلی ساده صورتبندی بکنم، میام میگم که اینجوری تبدیلش میکنم، میگم شخصی که تاج دارد در سرش اضطراب دارد. خب این شخصی یعنی هر شخصی. یادتونه قبلا گفتم یه میتونه به معنای یک باشه، میتونه به معنای هر باشه. ما از زمینه سخن میفهمیم. بنابراین من شخصی که تاج دارد رو به صورت TX نشون میدم و در سرش اضطراب دارد رو به صورت EX نشون میدم. در این صورت جمله من این گونه خواهد شدش که به ازای هر Xی اگر X تاج داشته باشه آنگاه در سرش اضطراب دارد. خب این یه جمله است که غلط هم نیست، ولی اجزای جمله رو نشون نمیده و در قالب منطق محمولهای تک موضعی هست. ممکنه شما بیاید اینو یه مقداری در قالب منطق محمولهای چند موضعی یعنی منطق نسبت‌ها صورتبندی بکنید، ولی نخواهید که همه لایه‌های اون رو صورتبندی بکنید. فرض کنید بگیم شخصی که تاج دارد در سرش اضطراب دارد، این گونه صورتبندی بکنیم. بگیم که به ازای هر ایکسی اگر ایکس من یک شخص باشه آنگاه به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ تاج باشه و ایکس ایگرگ رو داشته باشه، داشتن رو میگم از دی استفاده میکنم، ایکس ایگرگ رو داشته باشه به این صورت آنگاه در سرش اضطراب دارد. آنگاه میشه ای ایکس. خب من در اینجا اومدم، این قسمت میشه جمله یعنی میشه تالی من و این قسمت رو اینجا دیگه پرانتز نمیتونم استفاده بکنم، بذارید پرانتز رو پاک بکنم. اینجا باید از آکولاد استفاده بکنم، اینطوری میشه. خب ببینید من در اینجا چه کار کردم؟ من در اینجا اومدم این قسمت رو شخصی که تاج دارد رو دقیق صورت بندیش کردم. اومدم گفتم به ازای هر ایکسی اگر ایکس من یک شخص باشه آنگاه به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ تاج باشه تی ایگرگ میشه، این میشه تاج، ایگرگ تاج است، این میشه بگیم ایکس شخص است. بعد دی ایکس ایگرگ میشه ایکس ایگرگ را دارد. ایکس من چی بود؟ شخص بود. ایگرگ من چی بود؟ تاج بود. بنابراین میشه شخص تاج را دارد. خب بس به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ تاج باشه و ایکس ایگرگ رو داشته باشه آنگاه در سرش اضطراب است. ببینید در سرش اضطراب است رو من نیومدم صورتبندی دقیق بکنم دیگه، اومدم به این مقدار بسنده کردم. این رو از این جهت نوشتم تا عرض بکنم اینکه شما تا چه مقدار بحث منطق نسبت‌ها رو و جمله‌ها رو صورتبندی بکنید برمیگرده به نیازی که در جملات دارید، در استدلال‌های خودتون دارید. اگر در یک استدلالی شما این جمله رو به کار ببرید و جمله دوم به گونه‌ای باشه که در سرش اضطراب دارد موضوعیت پیدا بکنه و اهمیت پیدا بکنه و اجزاش مد نظر قرار بگیره، اون وقت شما نیاز پیدا میکنید که این قسمت رو هم با تحلیل بیشتری بیان بکنید. خب ببینید حالا فرض کنید من در سرش اضطراب دارد رو بخوام یه مقداری دقیق تر بیان بکنم. اون وقت چگونه خواهد شد؟ این گونه باید این قسمت دوم رو باید این گونه صورت بندی بکنیم. بیام بگم به جای اینکه بگم در سرش اضطراب دارد ایکس، این در سرش اضطراب دارد رو این گونه صورت بندی بکنم. بگم ما یک سر داریم، من میام سر رو با اس نمایش میدم و اس زد میشه زد سر است و بعد
داشتن رو دوباره استفاده میکنیم، یا مثلا تعبیر داشتن رو اینگونه استفاده میکنم که دی ایکس زد، یعنی ایکس زد را دارد. ایکس چی بود؟ شخص بود. و زد چی بود؟ سر بود. یعنی ایکس دارای سر است. ایکس دارای سر است. اینگونه میتونید بیان بکنید و یعنی یه مقداری برید این قسمت ها رو عمیق‌تر صورتبندی بکنید و بعد بیایم بگیم در سرش اضطراب دارد، یعنی اضطراب داشتن در سر. اون وقت اینگونه خواهد شد که بیایم بگیم که اضطراب داشتن رو ای بگیریم، بیایم بگیم x دارای اضطراب است در سرش، یعنی x اضطراب دارد در سرش، در زد. به این صورتبندی بکنیم، بگیم اون وقت میشه x دارای اضطراب در سر است. خب اگر این کار رو انجام بدیم جمله‌مون صورتبندیش به این صورت خواهد بود، یعنی به جای اینکه این گونه صورتبندیش بکنیم اون وقت بست پیدا میکنه. به این صورت میشه وجود دارد زدی که اون زد سر هستش و اون زد و اون ایکس اون سر رو دارا هست، اون ایکس اون سر رو دارا هست. ایکس دی به معنای دارا بودن بود. ایکس اون سر رو دارا هست و اون ایکس در سر خودش یعنی در زد دارای اضطرابه. پس من نیاز دارم که چنین جمله ای رو بسازم، یعنی به جای این جمله ساده ای که ای ایکس گفتیم اول نمیخوایم اون رو ابعاد و اجزاش رو صورتبندی بکنیم. اگر بخوایم صورتبندی رو عمیق‌تر بکنیم نیازمند این هستیم که این گونه عمل بکنیم، بگیم وجود دارد زدی که اون زد سر هست و ایکس یعنی اون شخص اون زد رو یعنی اون سر رو دارا هست و اون ایکس در سر خودش دارای اضطراب داره. یا مثلا بگید که در اون سر اضطراب وجود دارد، یعنی به جای اینکه ایکس رو ذکر نکنیم بگیم در اون زد اضطراب وجود دارد، یعنی بدون ایکس این رو ذکر بکنیم، ولی میتونیم بگیم ایکس در سر خودش اضطراب داره. خب اگر این کارو بکنیم باز نیازمند این هستیم که این آکولادی که اینجا نوشتم رو اون وقت بیاریم اینجا قرار بدیم. چرا؟ به دلیل اینکه ایکس ما در اینجا x داریم و اگر آکولاد رو استفاده نکنیم x ما متغیر آزاد خواهد بود، در حالی که باید این یه متغیر پابند باشه و با استفاده کردن از آکولاد ما متغیر خودمون رو پابند میکنیم. خب حالا به این جمله دقت کنید. اینم شماره 7. این جمله رو دقت کنید. اگر به نیوتن بدهکار باشیم زمانی فرا میرسد که باید دین خود را به او ادا کنیم. خب ما داریم درباره نیوتن صحبت میکنیم که یک ثابت شیعیه که از n استفاده میکنیم. اگر به نیوتن بدهکار باشیم یعنی هر یک از ما، پس ما در اینجا یه x داریم، سور کلی داریم که داره به اشخاص اشاره میکنه و بحث بدهکار بودن به نیوتن رو داریم، یعنی من اگر بدهکار بودن رو با بی نشون بدم و بگم که بدهکار هستیم به نیوتن میشه بی ایکس ان. x یعنی هر یک از ما، n هم میشه نیوتن، b هم میشه بدهکار بودن هر یک از ما به نیوتن. خب زمانی فرا میرسد، ما زمان رو اگر براش از وی استفاده کنیم یعنی وقت استفاده کنیم، پس این میشه بدهکار بودن
n به چیز x به n، یعنی x یعنی هر یک از ما به n یعنی نیوتن. زمان خواهیم داشت یعنی میشه v y. فرض کنید من از v y استفاده بکنم، v y. خب و این v y میشه y وقت است، y یک زمان است، یک وقت است که باید دین خود را به او ادا بکنیم. بنابراین من یک چیزی هم به نام دین دارم که میشه دی، مثلا دی زد بذارم، میشه فرض کنید که زد دین است و یک ادا کردن دین دارم، یعنی من میذارم A. چی رو باید ادا بکنم؟ کی باید ادا بکنه؟ من باید ادا بکنم، هر یک از ما X. چه چیزی رو باید ادا بکنه؟ دینش رو باید ادا بکنه. دینش رو کی باید ادا بکنه؟ در یک زمان خاص باید ادا بکنه. به چه کسی باید ادا بکنه؟ باید به نیوتن ادا بکنه. بنابراین A X Z Y N که یک محمول 4 رابطه‌ای است عبارت خواهد بود از این که X دین خود را در زمان Y به نیوتن ادا می کند. حالا این X و Y و Z بسته به اینکه چجوری صورت بندی بکنیم ممکنه عوض بشه. فقط من جدا جدا نوشتم که شما وقتی که میبینید اشتباه نکنید و ببینید اینا متفاوت از هم هستن. پس من اگر بگم اگر به نیوتن بدهکار باشیم این گونه خواهد بودش که به ازای هر Xی اگر X به نیوتن بدهکار باشه، به ازای هر Xی اگر X به نیوتن بدهکار باشه، آنگاه چون صورت کلی داریم زمانی وجود دارد زمانی وجود دارد یک ایگرگی وجود دارد ایگرگی که اون ایگرگ وقت میشه وی ایگرگ وقت و در اون وقت x وقت اینجوری باید بگیم وقت و وجود داره. اینو بذارید پاک کنم، دین رو ننوشتم. میتونیم مثلا لایه بذار اول لایه بنویسم. این دین رو فعلا در نظر نگیرید، یه لایه اولیه بنویسم. وجود داره وقتی که ما باید دین خودمون رو به نیوتن ادا کنیم. بنابراین این گونه خواهد شد که x در زمان y دین خودش رو به نیوتن ادا کنه. اگر این گونه صورت بندی بکنم دین رو بردم در داخل محمول A قرار دادم، دیگه نیومدم برای اون یک نشانه گذاری جداگانه داشته باشم. این الان غلط نیست، جمله من یک صورت بندی درسته. پس این گونه خواهد بود، پرانتزها رو قرار میدیم و کلش رو در کروشه قرار میدیم. پس این گونه میشه به ازای هر ایکسی. بذارید پرسن هم بذارم اینجا، یک کمی جمله رو تغییر بدم، دقیق ترش بکنم. بذارید پرسن رو هم بذارم. بله خب اینجا رو بذارید پاک کنم، پرسن رو اضافه بکنم اینجا. خب بذارید پرسن رو بذارم به ازای هر ایکسی. اگر پرسن باشه یعنی انسانی باشه و این ایکس به نیوتن بدهکار باشه، آنگاه وجود داره ایگرگی که اون ایگرگ وقته و ایکس باید در اون وقت به نیوتن بدهی خودش رو ادا بکنه. بنابراین اینجا کلش رو من توی کروشه قرار میدم. خب این الان جمله درسته. اون پی هم اگه بردارم هم غلط نبود، یعنی اگه من پی رو برمی داشتم باز مشکلی نبود. اون وقت میشد دامنه من یک دامنه مقید به انسان هاست. اما الان که اینطوری نوشتم دامنه من نامقیده، غیر مقیده. پس
اون جمله قبلی هم که نوشته بودم غلط نبود. حالا فرض کنید من دین رو هم بخوام اضافه بکنم، اون وقت چگونه خواهد بود؟ اون وقت این گونه میشه: به ازای هر ایکسی اگر ایکس شخص باشه و اون شخص بدهکار باشه به نیوتن، آنگاه وجود داره زمانی، وقتی، این ایگرگ وقته که اینو بذارم توی پرانتز، وقت هست و به ازای هر دینی، یعنی بگم به ازای زد که اون زد دین هست، دی زد دین هست، آنگاه ایکس باید دین خودش رو، یعنی زد رو، در زمان ایگرگ به نیوتن ادا بکنه. خب دقت بکنید چجوری پرانتز میگذاریم. ما در اینجا سور کلی رو داریم، پس کل این میاد در پرانتز قرار میگیره و اینجا میبینید از ادات شرطی استفاده کردیم. اینجا سور وجودی داریم. اجازه بدید من این پرانتز رو پاک بکنم. الان من دیگه به این پرانتز نیاز ندارم. بذارید این پرانتز رو پاک بکنم، دوباره این تیکر رو بنویسم، وی ایگرگ، اینم باز کنم. خب حالا من در اینجا احتیاج دارم به اینکه یک کروشه اینجا قرار بدم که کل جمله رو شامل بشه. این قسمت اول هم احتیاج به پرانتز داره. حالا کلش میره توی آکولات قرار میگیره. پس میشه به ازای هر ایکسی اگر ایکس شخص باشه و اون ایکس بدهکار باشه به نیوتن، این بدهکار بودنه، آنگاه وجود داره ایگرگی که اون ایگرگ وقته و به ازای هر زدی که اون زد دین هست، آنگاه ای یعنی ادا باید بکنه ایکس در اون دین خودش رو در زمان ایگرگ به نیوتن. پس میبینید که ما میتونیم ساختارها و لایه‌های مختلفی از جمله رو در اینجا صورتبندی بکنیم. بذارید یک جمله دیگه خدمتتون بنویسم. بگم هر امتحانی که همه در آن مردود شوند امتحانی بد است. خب دقت کنید ما داریم درباره امتحان صحبت میکنیم، درباره مردود شدن صحبت میکنیم و درباره بد بودن داریم صحبت میکنیم. اما وقتی میگم هر امتحانی که همه در آن مردود شوند، منظورم این استش که همه کسایی که در اون شرکت کردن مردود بشن. پس ما اینجا یه مفهوم شرکت کردن در امتحان هم داریم، شرکت در امتحان. و بعد اون کسانی که در امتحان شرکت کردن مردود بشن. از طرف اینجا هر داریم، یعنی داریم در سور کلی صحبت میکنیم. پس این گونه خواهد بود. ما میتونیم این گونه بیانش بکنیم که به ازای هر ایکسی اگر ایکس من یه امتحان باشه، خب اینو نگه دارید تو ذهنتون. خب میخوام بگم چی؟ هر ایگرگی که در نظر بگیرم اون ایگرگ بیاد در این امتحان شرکت بکنه، اس رو بذارم شرکت کردن، ایگرگ در ایکس شرکت بکنه، آنگاه ایگرگ در ایکس مردود بشه. پس این معادل است با اینکه ایگرگ در ایکس شرکت میکنه، این معادل است با اینکه ایگرگ در ایکس مردود میشه. پس این گونه خواهد شدش که به ازای هر ایکسی اگر ایکس امتحان باشه و هر کسی که در اون امتحان، یعنی هر ایگرگی که در امتحان شرکت میکنه آنگاه در امتحان مردود بشه. حالا میخوام بگم این امتحان بده. بد بودن رو من با زد نشون بدم. میتونم نه فقط زد نمیخواد، با بد هست با بی نشون بدم، بگم بی ایکس. پس میتونم اینجوری صورت بندی بکنم، بگم به ازای هر ایکسی
اگر x امتحان باشه و هر ایگرگی رو که در نظر بگیرم این ایگرگ بیاد در اینو ببخشید پرانتز رو باید بزنم، این ایگرگ بیاد در x امتحان، در اون x یعنی در اون امتحان شرکت بکنه، آنگاه چون سورم سور کلیه، آنگاه در اون امتحان مردود بشه، یعنی ایگرگ در x مردود بشه. خب این تا الان اینجا انگار من دارم در باب اصل مقدم جمله صحبت میکنم، کلشو میذارم توی کروشه. حالا میخوام یه حکم دربارش بکنم، بگم چون این ایکسی که این ویژگی رو داره، این ایکسی که امتحانه و این ویژگی رو داره، ویژگیش چیه؟ هر کی در اون شرکت بکنه مردود میشه. حالا امتحان بده میشه بی ایکس، و برای اینکه این ایکس متغیر آزاد نباشه کل این جمله رو باید در آکولات بذارم. خب پس ما نمونه های مختلفی رو با هم تمرین کردیم که نشون بده ما چگونه میتونیم جملات رو صورتبندی بکنیم. بذارید من یه مثال دیگه هم بزنم، فکر میکنم خسته هم شدید شما، ولی به دلیل این اهمیتی که صورتبندی منطق نسبت‌ها داره ما نیاز پیدا میکنیم که تمرین بیشتری داشته باشیم. من تلقیم این بود که در این جلسه میتونم درباره تعابیر مثل گاهی، مثلا در یک مکان، اینها هم صحبت بکنم، ولی صورتبندی اونها و ریزه‌کاریایی که داره میمونه به جلسه بعد. بذارید فقط یک مثال دیگه بزنم. فرض کنید که این جمله رو در نظر بگیرید. بگیم آنکه گناهکار نیست سنگ اول را پرتاب کند. این جمله مشهوری است در که حضرت مسیح از جای عبور می‌کردند و در فردی رو دیدن که می‌خواستن او رو سنگسار بکنن و گفتن که سنگ اول رو کسی پرتاب کنی که خودش گناهکار نیست، و یه عده زیادی، یعنی میشه گفت همه دست کشیدن و به خودشون مراجعه کردن و دیدن گناهکار هستن و اونها در جایگاهی نیستن که بخوان دیگران رو قضاوت بکنن. خب این جمله رو در نظر بگیرید. من میتونم این رو به صورت خیلی ساده صورتبندی بکنم. بگم آنکه یعنی هر که. بگم آنکه گناهکار نیست سنگ اول را پرتاب کند. بگم به ازای هر ایکسی اگر ایکس گناهکار نیست یعنی نقیض جی ایکس، اینو بذارید اشتباه این چیزو گذاشتم، نقیض جی ایکس آنگاه سنگ را پرتاب کند. بذارم پی رو بذارم پرتاب کردن، پی ایکس. خب پس من الان اومدم این رو در قالب منطق محمولهای تک موضعی صورتبندی کردم و جمله هم غلط نیست، جمله درسته، صورتبندی غلطی نیستش. عرض کردم برمیگرده به اینکه شما چقدر نیاز دارید به اینکه ساختار جمله رو صورتبندی بکنید. خب میتونم این قسمت دوم رو، یعنی سنگ اول را پرتاب کند رو، بیام یه مقداری صورتبندیش بکنم. بیام بگم به ازای هر ایکسی اگر ایکس گناهکار نیست آنگاه به ازای هر ایگرکی اگر ایگرک سنگ هست آنگاه اون ایکس سنگ رو پرتاب بکنه، ایکس ایگرک رو پرتاب بکنه. خب سنگ اول رو پرتاب کند یعنی چی؟ معنیش اینه که آنکه هر که گناهکار نیست ابتدا او سنگ را پرتاب کند. حالا هر سنگی میخواد باشه، یعنی اگر فردی گناهکار به ازای هر ایکسی اگر ایکس گناهکار نیست آنگاه به ازای هر ایگرک، شاید اینجا هر ایگرک درست نباشه، معنیش میشه که همه سنگ ها رو پرتاب کنه. نه، ما میخوایم بگیم
سنگی رو پرتاب کنه. پس بهترین هستش که این رو تبدیلش کنیم به سور وجودی، یعنی این گونه باشه. بذارید اینو من پاک بکنم، چون معنیش چون اینجا هر گذاشتیم میشه هر سنگی رو پرتاب بکنه. خب من این رو پاک بکنم، اینو پاک بکنم. اینجا هم چون سور وجودی میخوایم بذاریم اینو پاک بکنم و از سور وجودی استفاده بکنم. اینجا هم از واو استفاده خواهیم کرد. کل این میاد در پرانتز قرار میگیره و کل این هم میاد در کروشه قرار میگیره. پس به ازای هر ایکسی اگر ایکس گناهکار نیست، آنگاه وجود داره سنگی که اون سنگ رو ایکس اول پرتاب میکنه. این پی رو بگیریم اول پرتاب میکند. پی رو در نظر بگیرید، بگیم ایکس ایگرگ را اول پرتاب میکند. این هم غلط نیست، بنابراین این جمله هم میتونه جمله درستی باشه. اما اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم، میتونیم به صورت دیگری هم این رو صورتبندی بکنیم. وقتی میگیم آنکه گناهکار نیست سنگ اول را پرتاب کند، داریم در واقع صحبت میکنیم که ما دو گروه افراد داریم، افرادی که گناهکارن و افرادی که گناهکار نیستن و افرادی که بیگناه هستن یا گناهکار نیستن. پس من میتونم اینگونه صحبت بکنم که به ازای هر ایکسی، به ازای هر ایگرگی، اگر ایکس ها گناهکار نباشند و ایگرگ ها گناهکار باشند، اگر اینگونه باشه، آنگاه پرتاب کردن رو پی بگیرم. ایکس قبل از ایگرگ سنگ رو پرتاب کنه. اس رو فرض کنید یک سنگ خاص مد نظر باشه، یعنی من اینجا به جای اینکه بیام بگم برخی از سنگ ها، یک سنگ خاص مد نظرم باشه، یعنی اس رو به عنوان ثابت شیئی در نظر بگیرم. فرض کنید این جمله بندی این گونه خواهد شد: یه سنگ خاصی در محل وجود داره، یه عده‌ای هستن که گناهکارن، یه عده‌ای هستن که بیگناهن. بعد میگیم اگر کسی میخواد این سنگ رو برداره و پرتاب کنه، باید فردی باشه که بیگناه هست. بنابراین در این صورت این گونه خواهد شد که به ازای هر ایکسی، به ازای هر ایگرگی، در فضایی که ایکس گناهکار نیست نقیض جی و ایگرگ گناهکاره، ایکس قبل از ایگرگ اس را یعنی سنگ را پرتاب کند. پس پی میشه، اینجا پی رو ما برای چی به کار بردیم؟ پی ایکس ایگرگ اس، یعنی ایکس قبل از ایگرگ سنگ، یعنی همون سنگ خاص را پرتاب میکند یا پرتاب کند. خب پس من اینجا نیاز دارم دوباره بیام برای اینکه این ایکس و ایگرگ من متغیر آزاد نباشن، کل جمله رو در چی قرار بدم؟ در کروشه قرار بدم. شما در اینجا مشاهده میکنید که من دامنه سخن رو محدود گرفتم، مقید گرفتم، نیومدم همه فقط انسانها رو مد نظر قرار دادم و اگر انسانها نباشن و دامنه غیر مقید باشه، من احتیاج دارم قبلش بگم که به ازای هر ایکسی اگر ایکس انسان باشه و آنگاه گناهکار نباشه، به ازای هر ایگرگی اگر ایگرگ انسان باشه و آنگاه گناهکار باشه، و ادامه جمله رو بیان بکنم. پس شما میبینید که ما لایه‌های مختلفی از صورتبندی رو میتونیم در منطق نسبت‌ها داشته باشیم بسته به نیازی که داریم. کما اینکه شما در منطق جمله ها هم خوندید آنکه گناهکار نیست سنگ اول رو پرتاب کند. شما اصلا میتونید این رو در قالب منطق جمله ها به صورت یک جمله ای نمایش بدید، یعنی کلا یک جمله باشه در قالب منطق جمله و این غلط نیست. پس من میتونم آنکه گناهکار نیست سنگ اول را پرتاب کند توی قالب منطق جمله ها صورت بندی کنم، توی قالب منطق محمول ها قالب منطق جمله ها، تو قالب منطق محمول هایی که تک موضعی هستن و بعد در قالب منطق محمول های چند موضعی. مهم این هست که من بدونم چه نیازی دارم و بر اساس نیاز خودم صورت بندی کنم. ما چون فعلا داریم منطق نسبت ها رو میخونیم و میخوایم نشون بدیم بعداً این منطق نسبت ها چگونه در
برهان مورد استفاده قرار میگیره و جملاتی که در این قالب صورتبندی شدن در برهان چگونه از اونها استفاده خواهیم کرد، بحثمون رو تلاش میکنیم صورتبندی ها رو به صورت محمول های رابطه ای نمایش بدیم. اما شما این قاعده کلی رو فراموش نکنید که صورتبندی ما برمیگرده به اینکه ما چه نیازی رو دنبال میکنیم و کجا میخوایم از یک جمله‌ای که صورتبندی کردیم استفاده بکنیم. خیلی خوب، فکر میکنم برای این جلسه بسه. من این جلسه رو ختم میکنم. انشالله در جلسه آینده بعضی از ریزه‌کاری های ناظر به صورتبندی رو در منطق نسبت ها خواهم گفت و بعد باز یه تمرین هایی رو انجام بدیم و شاید وقت کنیم که وارد بخش برهان بشیم در منطق نسبت ها و قواعد مربوطه رو من خدمتتون توضیح بدم. فعلا خدا نگهدارتون.